بریم که شیشه های ماشین رو کاملا رایگان دودی کنیم. از اونجایی که ماشین کاملا بازسازی و اسپورت شده الان یه شیشه دودی میطلبه. برای همین آوردمش مجموعه کاورباز و چون اینجا مغازه خودمونه همه چی برام فریه. برچسب دودی درصدهای مختلف داره که مقدار تاریکیشو مشخص میکنه. من یه دودی با کیفیت انتخاب کردم که از بیرون تیره باشه و از داخل دید خوبی داشته باشه. خلاصه که رفتیم برای نصب و قسمت سختش جدا کردن برچسبای دودی قبلی ماشینه که معلومه یه 7 8 سالی رو ماشین بوده چون کاملا رنگش عوض شده بود و خیلی هم سخت جدا شد. تو این فاصله که ماشین دودی میشه اینو بهتون بگم که اینجا مرکز تخصصی کاور بدن است و اگه ماشینت آفتاب سوخته شده یا حتی برای زیبایی میخوای کاورش کنی میتونی بیای اینجا و یه کار با ضمانت و تضمینی تحویل بگیری. علاوه بر این خدمات پلیش و سرامیک و شیشه دودی هم انجام میشه که برای هماهنگیش باید به پیج کاورباز پیام بدید. خلاصه که 4 تا شیشه های بغل و شیشه عقب ماشین دودی شد. از بیرون کاملا مشکیه ولی از داخل دید خوبی داره و توی شب اذیتمون نمیکنه. تو قسمت بعدی قرار هزینه کامل بازسازی این ماشین رو بهت بگم. پس برای دیدنش پیجمو فالو کن.